شعر فارسی در تاجیکستان راه پرفراز و نشیبی رو گذرونده. در دوره شوروی سابق این کشور کلاً از بدنه فارسی زبان جدا افتاده بود، اما بعد از استقلال تاجیکستان و برقراری ارتباطات بیشتر با ایران، فارسی تاجیکی تونست حیات دوباره پیدا کنه. لایق شیرعلی در کنار گل رخسار و بازار صابر به عنوان بزرگترین شاعران معاصر تاجیکستان شناخته میشن. بیش از 10 سال از درگذشت لایق شیرعلی میگذره، اما تسلط مثال زدنیش بر ادبیات کلاسیک و آشنایی قابل توجهش با شعر نوی فارسی باعث شده چیزی از تاثیرش کم نشه. روستایی در نزدیکی پنجکند در شمال تاجیکستان، محل تولد و آرامگاه پدر شعر فارسی رودکی. هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان. کودکان اینجا اما شاعر دیگری را هم از بردارند، لایق شیرعلی. منم با تو تنی بطن، هزار مشتی سنگی تو بود هزار مشتی من. از بازی ای که دکان خوشم می آید، از خنده ای بیغمان خوشم می آید. این جفتی کبوتر ببینم در بام، هم لانه و هم زبانه خوشم می آید. صد جان و دل فدایی یک مدعای مادر، فتح و کشا اشارت دستی دعای مادر. بشنو گر صدای دنیای سخت پشان، انگیزه کشایت از الله های مادر. آن سوی این کوه همان جایی است که درست 1000 سال پس از درگذشت رودکی لایق به دنیا آمد. اسم اینجا مزار شریف است، به تسمیه مزار خواجه محمد بشارا عالم اسلامی که کنار رودخانه زرافشان دفن است. استاد لایق برادری انا مابینانگی ما سال 1941 20 می در همین جا به دنیا آمده، بچگی را در همین جا گذراندم، مکتب میانه را در همین جا ختم کرده. بعد دی ختم مکتب در دانشگاه آموزگاری شهر پنجکند تحصیل را دوام دادم. بعد اونجا در شهر دوشنبه در انستیتوت زبان ادبیات با تحصیل دوام دادم. بعد در همان جا ماندم. خانه‌ای که لایق درست 70 سال پیش در آن به دنیا آمد، امروز موزه لایق شیرعلی است. برادرش هنوز در همان محل زندگی می‌کند. دورای دانشجویی، دورای خدمت دست به قوای مسلحه SSR، این کس پدرمون. من اینجا این رزقت مادر استاد. پدرم مرد دهقانی بود و مادرم هم کدبانه بود و هر دو هم اهل سواد نبودن و در خانه ما بجز قرآن و هفته یک و 4 کتاب دیگری نبود، یعنی از کتاب‌های ادبی، شعر یا نثر چیزی نبود و من هیچ وقت در گمانم نبود که یا وقت شعر میگم و در آموزگاری هم که میخواندیم بیشتر شوق من به جغرافیا بود. مهمترین چیزی که تا امروز هم در ذهن من نقش بسیار برجسته دارد این زمان کودکی که در یک محیط بسیار تنگ کوهستان سپری شد. 4 دیوار خانه پدر و مال چرانی و با هیزم کشانی و علف دروی و دروگری و کوهستان، اما یک زمان بی‌غبار بچگی بود. البته با اون سادگی، با اون بی آرایشیش. خاطرات کودکی و طبیعتی که لایق در دامان آن پرورش یافت به مضامین مهمی در اشعارش بدل شد. هرچند بعد از پایان تحصیل در شهر مقیم شد، هرگز در طول زندگی از تأمل در آن جهان و توصیفش باز نایستاد. دریا همیشه خودش پاک میکند، دریا همیشه خودش در حرکت جاودانه خودش مطهر میکند، یعنی پاکیزه میکند. از این لحاظ در خلقه میگن که از آب سیغل گرد حلال است. مثلا از این نظر یک جای عبرت آموزی از دریا هست.
اصلا دریا منظور من رود است، چون از بچگی من با این جویها و دریا و رودخانه ها انس گرفتم و یک جزئی زندگی من است. دو ره سازیم و ره پیما، من و دریا، من و دریا، دو همراهیم و دو تنها، من و دریا، من و دریا، به یاد یار می نالیم، یار آرزوهامان، دو مجنونیم در صحرا، من و دریا، من و دریا. وقتی سالای کودکی در انا همین جاها انا مول بانی میکردن با بچه ها با رفیقاشون، انا همونجا یک تا جوریشون در بالای یک سنگ نامش می نویسد شهرت یابد. بعد یکمین شعر استاد انا همون شعر نام، یک رفیقم خاص شهرت یابد اندر بین خلق، نام خود را ثبت گردان بر روی سنگ همه خیل. بعد استاد میگن که این سنگ اگر یک روزی شود و سیل بیاد و یک جا به جای گرفته برد، اگر نام تو گم شده میرد. و من به این مضمون شعر اولین من گفتم که پس در سنگ ها نام حق کردن هنوز معنی جاویدان بودن رو نداره. بهتر آن است که انسان با کار نیک و با عمل نیک در دلهای مردمان نامش را ثبت کند، یادگار بگذارد. لایق شاعر نوپردازی بود که آثارش ریشه در شعر قدیم فارسی داشت. هم نسلانش او را شاعر زن، زمین و زندگی نامیدند. مضمون آفریده هایش مردمی است و تصاویر اشعارش از دل آداب و رسوم سرزمینش برمیخیزد. چیزی که تفاوت داشت در اشعار لایق شیرالی این بود که موضوعات را در اشعارش انعکاس کرد که بیشتر به خصوص به نسل جوان نزدیک بودند. بیشتر اشعار تغزلی بود که زندگی جوانان را رسم میکرد، یا هویت ملی تاجیکا را منعکس میکرد، زندگی مردم عادی را و گذشته فرهنگی مردم را منعکس میکرد. در اون زمان حتی بعد از استالین آدم ها اون آزادی که بتونن همه فکری که داشته باشن و بیان بکنن نداشتن البته. و اشعار این ایده شاعران گفتم لایق شیرالی، گلرخسار، بازار صابر نوع مبارزه بود، مبارزه توسط فرهنگ برای دریافت هویت ملی گم شده که در زمان شورایی تقریبا از این هویت دیگه همه خاموشی اختیار کرده بودند. جهانی که لایق شیرالی و دیگر ادیبان تاجیک در آن میزیستند تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی بود. خط سیریلیک جایگزین خط فارسی شده بود و فارسی زبان رسمی محسوب نمیشد. سمرقند و بخارا که از دیرباز دو پایتخت مهم فرهنگی و ادبی خطه فارسی زبان بود، با تقسیمات شوروی از تاجیکستان به دور افتاده بود و بخشی از ازبکستان بود. نبود آزادی بیان و آزادی قلم هم به تمامی این مشکلات می‌افزود. به نام خلق کشته شد امید و آرمان خلق، ز نام خلق بافته هزار و یک بهانه را. من از طلعه سحر پیام آورم ولی زمان من نمیخرد طلعه زمانه را. توانستند از راه‌هایی که امکان پذیر بود با ادبیات ایران آشنایی داشته باشند، توانستند که به گونه‌ای در شکل شعر هم تغییر بیارن. شعر آزاد رایج شد در تاجیکستان، شعر سفید در تاجیکستان رایج شد. چند شعر داره لایق درباره ابو علی سینا، حتی یک مجموعه هم داره الهام از شاهنامه. من از شاهنامه فردوسی الهام گرفتم و یک سلسله شعرهایی گفتم که براتون میخوانم. درون سینه سردم دل سرپاره میگیریم، میان خانه بی کودکم گهواره میگیریم. ز بزم گرم شاهان خنده مستانه می آید، ولی در چشم من هر خشتی برج و باره می بینم. اما زمانی که گورباچوف پرسترویکو و آشکار بیانی اومد، روندهای جدیدی فرهنگی آغاز شد، جریانهای سیاسی درباره
به دست آوردن استقلال بیشتر از حکومت مرکزی صحبت میکردند. شعرا دیگر به صورت آشکار درباره مشترکات فرهنگی ایران و تاجیکستان و افغانستان صحبت میکردند. چه خیلی که استاد گفتن زمین سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده است، درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است. یکی گفتا تو ایرانی دیگر گفتا تو تاجیکی، جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کرده است. جهان یک روز می ترکد ز آه پرشرار ما، که بر ترک وطن ما را پیاپی مبتلا کرده است. مبارزات سیاسی و فرهنگی در تاجیکستان بعد از فروپاشی شوروی به یک جنگی داخلی 5 ساله کشانده شد و لایق شیرعلی از اینکه این روندها به جنگ پیچید خیلی غمگین و دل آزرده بود و اشعاری هم در این دوره نوشته. جان به قربان تو ای ملت خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت 4 طرف اجنبی و خانگیاند، تنی تنها بچی نیرو صف اعدا شکنم. تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجی تولد شدنم. ای خراسان تو بگو ساحت ایران ویچ کو، من از این فاجعه چون شکوه به یزدان نکنم. گریه من نه از آن است که بیچاره شدم، هم نه آن است که فرسوده بود پیرهنم. گریم از آن که تو را حکم به کشتن کردند، ای تو هم پایه و هم مایه انسان بودنم. گریم از آن که تو تنهایی و من تنها تر، وطنم آ وطنم آ وطنم آ.